جیغ بلندی زدم. قلبم میسوخت. ساق پاهایم از درد منقبض شده بود. گفت من بیشرفم. دومین ضربه را بدتر از اولی کوبید. جیغ کشیدم. سومی، چهارمی، میزد و ناسزا میگفت. به چاووش فحش میداد. در هر ثانیه سوزش پاهایم بیشتر میشد. جیغ میکشیدم ولی کسی نمیتونست جلو بیاید. میزد و حرصش را خالی میکرد. گفت بگو غلط کردم. حال حرف زدن داشتم. اصلا حال چشم باز کردن داشتم. گفت بگو بازم فرار میکنی با این پاها؟ شاید 50 ضربه زده بود ولی حرفهایش قلبم را میزد. به پدر و مادرم فحش میداد. گفت ببرش بندازش استبل. بعد رفت. خاتون دوان دوان اومد. خودش را چنگ زده بود که صورتش پاره شده بود. پاهایم را باز کردم. خاتون گفت مادر برات بمیره. چرا زبون به دهن نمیگیری تو دختر؟ پرهام پاهایم را با حرص باز کرد و دستش رو زیر گردنم انداخت. بلندم کرد. یعنی اونقدر ترحم انگیز شده بودم. زیر بغلم را گرفت و به طرف استبل را افتادیم. با تیری که پاهایم کشیده جیغ کشیدم. گفت زبون دراز چموش. آخرش سرتو به باد میدی تو. سامیار گفت تا خود صبح حرفایش در مغزم تکرار شد. حرفایش، اشکایش، جیغهایش. خودم میدونستم چاووش میاد. افرادم دیده بودن که دور و بر خونشون و عمارت میپلکه. حرصم از پرستو بود که میخواست فرار کنه. آخرش چه؟ پیداش میکردم. مگر من دنبال چاووش نبودم؟ دنبال این که پیداش کنم. مگر پرستو رو برای خودم تومه نکرده بودم؟ الان چی میخواستم؟ اون حق نداشت با من اونطور حرف بزنه. الان میفهمیدم اون رام نشدنی بود. چشمانش مظلومیت بره را داشت. نجابت اسب را داشت. ولی مثل اسب وحشی بود. رام نشدنی و جسور. در زده شد. خودش بود. مثل همیشه قهوه را می آورد. مثل دیروز. گفتم بیا. در باز شد. ولی صدای خاتون پیچید. برگشتم. اخم داشتم. من برای خاتون اخم نمی کردم. ولی تا صبح نخوابیدن و نبودن اون باعث شده بود تا اخم کنم و عصبی بشم. گفتم کار تو چیه خاتون؟ اون دختری چموش کجاست؟ خاتون برای کسی دل نمی سوزوند. اون هم برای کسی که روی من حرف بزنه. ولی دیروز برای اون اشک می ریخت. برای اون واسطه می شد. دیروز زیاد جلز و ولز کرد. از من میخواست نزنمش. گفت نیومده. سمیه رفته دیده هنوز همون جوری افتاده. گفت غلط کرد. با صدای در هر دو برگشتیم. پلکم پرید. پرستو بود. با این حال و روز آب دهانم را بلعیدم. رنگ نداشت. چشمانش نیمه باز بود. پایش ورم داشت. گفتم چرا اومدی مادر؟ برو من امروز به جای تو وای میستم. زبانم به دهانم چسبیده. چه کرده بودم؟ پاهایش میلرزید. حتما درد داشت. معلوم بود که درد داشت. با این پاها را آمدن سخت بود حتما. ولی نمیخواستم نشان دهم. سیگارم را برداشتم و به پای پنجره رفتم. گفت تو به کارت برس خاتون. من با این کره چموش کار دارم. گفت ارباب. گفتم کار دارم. یعنی برو بیرون. کامی از سیگارم گرفتم. یاد حرفای دیروزش آتشم میزد. میگفت سنم فرار کرده و کارش خوب بود. میخواست فرار کنه. چشم بستم. نفس عمیقی کشیدم. حقش بود. دخترک زبون دراز. با صدایی برگشتم. با جسم بیجانش روبرو شدم. افتاده بود. انگار برقی به سرم وصل کردن. سراسیمه جلو رفتم. یه زانویم رو زمین گذاشته و سرش رو چرخوندم. باورم نمیشد. رفته رفته صورتش به زردی میزد. گفتم پرستو میشنوی؟ با 2 انگشتم به صورتش کوبیدم. ولی حتی تکان نخورد. تکونش دادم. ولی انگار نه انگار. قلبم رفته رفته فشرده شد. گفته بودم امین جان و مال مردمم. ولی برای این دختر شده بودم ملکه عذاب. گفتم پرستو، پرستو. دستم را روی پیشانیش گذاشتم. داغ بود. تب کرده بود. خب معلوم بود میکنه.
سردی اون استبل با حالی که اون داشت معلوم بود که نمیتونست روی پاش بایسته. نمیتونست دوام بیاره. نگرانی در دلم ریخته بود. دیشب تا صبح چشمم به استبل بود تا صدایی بیاید. از کینه رعنا خبر داشتم. دیشب پیش هم بودن. صدایم را بالا بردم. گفتم خاتون، خاتون. میدونستم منتظره. میدونستم دلش برای دخترک میسوزه. همین جاهاست تا بیرون بیاد. با اومدنش و دیدنش هینی کشید. گفتم برو به پرهام بگو بره دنبال دکتر. چیزی نگفت ولی چشمانش پر از دلخوری بود. مثل دیروز. اخم کردم ولی به دلم لعنت میفرستادم. برای اخلاق گندم. بلندش کردم. گفتم برو خاتون. چشمانش پر از اشک شده بود و سرش را تکان داد. رفت و دوباره به چهرهش خیره شدم. لبهایش مثل قبل سرخ نبود. سفید سفید شده بود. تبش حتی از روی لباسش به دستم می رسید. گرمایش زیاد بود. لبهایش نازک بود. با این لباسا در استبل خوابیده بود. روی تخت گذاشته گوشه تخت نشستم. سرم را میان دستانم گرفتم. چرا قبول نمی کردم حرفایش عین حقیقت بود؟ چرا قبول نمی کردم ظلم کردم به دختری که سالها درد کشیده بود و الان بیگناه زیر پایم لهش می کردم. 2 ماه اشک ریخت، درد کشید، زجر کشید. خودش را ساکت نگه داشتم ولی دیگه نتونست خودش را نگه داره. حرف دلش رو گفته بود. حرفی که کلمه به کلمش راست بود. چرا به خاطر کار دیگر کسی عذابش داده بودم؟ وقتی دیروز گفت زنم هم گناهکار بوده، گفت از خودم بوده، بلبل زبون شده بود. زیادی بلبل زبون شده بود. از درد و دل پرش. این دختر رام نشدنی بود. از چشمانش و شهامتش معلوم بود. وقتی میگفت و نگاهم میکرد، هر لحظه به سنش شک میکردم. به شجاعتش، به زن بودنش، به تربیت مادرش. این روستا زبان دخترها را میبست ولی او مظلوم بود. ولی به وقتش چنان وحشی میشد که یادت میرفت چند مدت ترسوندیش. عرقهای ریز روی پیشانیش نمایان شده بود. ناله های ریزش ثانیه به ثانیه بیشتر میشد. دستی به صورتم کشیدم. 2 انگشتم را روی پیشانیش گذاشتم. در آتش میسوخت. رنگش رفته رفته سفید میشد. با صدای تقی در از جا بلند شدم. همان خانم دکتری بود که بالا سر صوفیا اومده بود. گفت سلام. لطفاً بفرمایید این طرف تا ببینمش. پشت سرش پرهام و خاتون اومدن. پرهام اخم غلیظی داشت. نگاه هم نمی کرد. انگار راه تنبیهم را پیدا کرده بود. از جایم بلند شدم ولی همانجا کمی عقب‌تر رفتم. کنارش نشست. معاینش را شروع کرد. بررسیش کرد. نمیدونم ولی اخمش بیشتر میشد. پایین‌تر که رفت چشمش به پاهایش افتاد. پاهایی که زیرش خطهای خونین افتاده بود و ورم داشت. سرش را با خشم بلند کرد. گفت کار شماست؟ تا الان کسی بازخواستم نکرده بود. البته دیروز پرستو هم زیاد حرف زده بود و این وضعش بود. با اینکه پشیمان بودم ولی نشان دادنش کار من نبود. گفتم تو کارتو بکن. گفت نمیفهمین این دختر چقدر ضعیفه؟ نفس کلافه‌ای کشیدم. اخمم رو بیشتر کردم. از بین دندانهایم قریدم. گفتم حرف نزن دختر. کارتو بکن و برو. دندانهایش را سایید و از جایش بلند شد و سینه به سینم ایستاد. یاد دیروز پرستو افتادم. به سینم میکوبید و با شهامت حرف میزد. الان افتاده بود و حتی نمیتونست چشم باز کنه. گفت میخواین منم بزنین. میخواین فلکم کنین و توی این سرما کاری کنین تا عفونت کل بدنمو بگیره. الان یک شبانه روز نخوابیده بودم. فشار حرفای پرستو یک طرف، مریضی یک طرف دیگر. این دختر هم ول نمی کرد. با صدایی که از پرستو همه به طرف او برگشتید. ناله می کرد و در خودش می پیچید. گفتم باید بریم درمانگاه. نمیخواستم بیرون برود. میخواستم همینجا بماند و درمان شود. بیرون رفتنش صلاح نبود. درمانگاه را دیده بودم. چیزی نداشت. گفتم هرچی لازمه جور میکنم ولی همینجا درمونش کن. گفت تمومش کن سامیار خان. خودم میبرمش.
نمیخواد تو بیای. سر بلند کردم. دیدم پرهام از خشم سرخ شده ولی امکان نداشت از موضعم پایین بیایم. نمیگذاشتم بیرون برود. گفتم همه چی میارم اینجا. همینجا میمونه. جلو اومد. دکتر کنار رفت. خواست دست زیر پاهایش بیندازد. از بین دندانهایم غریدم. دستش خوش شد. معلوم بود که میشود. تا به حال به این لقب خطابش نکرده بودم. گفتم دستت به زن من بخوره قلمش میکنم. از حدت نگذر پرهام. وقتی میگم اونجا نه دلیل دارم. هیچی نداره. نیم ساعت راه میخواد. پس برو عقب. دکتر هر چی لازمه بنویس بده بهش. خودت هم کارتو شروع کن. همه آرام گرفته بودن. دستهایم را پشتم قلاب کردم و از پنجره به بیرون خیره شدم. دکتر کارش رو میکرد و خاتون کمکش میکرد. دستش به پاهایش میخورد، ناله‌اش واضح‌تر میشد. هزیون میگفت و اشک میریخت. وقتی پرهام با دست پر اومد، کنار تخت نشست. نگرانش بود و حق میدادم. ولی بیشتر از این نگاهش رو نمیتونستم تحمل کنم. گفتم برو به کارت برس پرهام. با تردید بلند شد و بعد نگاهی به پرستو رفت. دکتر گفت نباید روی پاش بایسته. البته نمیدونم کی سرپا میشه ولی کار نکنه. امیدوارم رعایت کنین. اونقدر ضعیف شده که کل بدنش عفونت کرده. سر تکون دادم و بلند شد. کیفش را جمع کرد و بیرون رفت. رو به خاتون گفتم شب که خدمه خوابیدن بگو بیارمش اتاقش. حرفا زیاد میشه. نمیخوام بدونم کیه. خاتون پشتش بود. تا شب کارهای زیادی داشتم. مثلا چاوش. برنامه‌هایی داشتم براش. کسی که نه من را دید نه محبتی که کرده بودم. حتی وقتی فهمید خواهرش در چه وضعیتیه نیومد. این موقع که پیش منوچهر بود راحت در میتونست ببردش. نبردنش و الان پیدا شده. جالب بود. شلاقم را از روی دیوار برداشتم. رو به خاتون ایستادم. به پرستو با قاشق آب میداد. گفتم در رو ببند نذار کسی بیاد داخل. نمیخوام کسی ببینه. سر تکون داد ولی مثل همیشه نبود. من را ظالم میدونست. خودم از چشمانش میدیدم. هر بار نگاهم میکرد میدرخشید ولی الان نه. بیرون رفتم و در رو بستم. تا پایین رفتم البرز جلو اومد. گفتم تو انباریه؟ گفت بله ارباب. خوبه زمزمه کردم. حیاط پر نگهبان شده بود. از دیروز تا الان آماده باش بودن. من چاوش را میشناختم. مارمولک بیدون بود. بی شرف. در رو باز کردند. روی صندلی بسته بودنش. ران و بازویش بانداش شده بود. ولی باز خونریزی داشت. شلاقم را بلند کردم و روی بازویش کوبیدم. با عربده‌ای از خواب پرید. بیهوش بود. از درد زیاد بیهوش شده بود. نفسش را به زور میکشید. یادم نمیرفت چطور جلوی چشمم با زنم فرار کرد و به ریشم خندید. دوباره کوبیدم. حالش بد بود. به زار زدن افتاده بود. گفتم فکر کردی گیرت نمیارم؟ فکر کردی تموم شد؟ من و تو به هم نمیرسیم؟ پرهام با نفرت نگاهش میکرد. هر چقدر به پرستو محبت داشت از اون متنفر بود. اعتبار او کم مانده بود خراب بشه. آورده بود تا کاری داشته باشه. ولی الان گفتم فکر کردی اون زنی که به تو رو میده؟ کسی که به شوهرش و بچهش رحم نکرد به تو رحم میکنه؟ از حرص شلاق را بلند کردم و روی زخم رانش کوبیدم. صدایش کل انبار را پر کرده بود. وقتی یاد روزی میافتم که نارو خورده بودم از نزدیکترین کسم میخواستم سلاخیش کنم. گفتم میخواستی خواهرتو فراری بدی؟ تا حالا کجا بودی خوش غیرت؟ میان اشک خندید. حریصانه و دردمند خودش را روی صندلی تکان داد. گفت معتاد و بی پول نشدی ارباب سامیار. بفهمی چی میکشیدم. با زنت فرار کردم ولی اون خودش خواست. کونشو به من گرفت و رفت ولی تو بیشتر سوختی قبول کن. از حرص دندانهایم را ساییدم. شلاق را آنقدر فشار دادم که دستم درد گرفت. درد قلبم از حرفهای راستش بود. گفت با غیرت تویی. زنت زیر نگهبانت روی تختت سرویس میداد. مغزم مثل قطار سود کشید.
موهایم برای لحظه سیخ ماند. انگار گوشهایم برای بخار آمده بودند. فقط کوبیدم تا جایی که بیهوش شد. گفتم بیدارش کن. سطل آب را سرش ریختن. بیرمق چشم باز کرد و نگاه هم کرد. میخواستم اونقدر بزنمش که نفسش بریده بشه. میخواستم بلایی سرش بیارم تا نتونه سرش را بالا بیاره. گفتم تو که خودت جا نداشتی. خودت آواره بودی. پس چرا میخواستی پرستو را ببری؟ پرهام با حرص میگفت و میدیدم از عصبیت سرخ‌تر میشد. با اینکه حالش بد و بدتر میشد ولی باز پوزخند میزد. چقدر وقیح بود. گفت پول اومدم. پول بگیرم. نونخور اضافه رو میخوام چیکار؟ به خاطر آبروت هم شده پول میدادی تا برش گردونی. چشم بستم. حالم بدتر و بدتر میشد. رگ گردنم بیشتر باد میکرد. من پرستو را زده بودم. بد زده بودمش. فکر میکردم حداقل برای نجاتش بیاید. ولی فقط و فقط برای باجگیری برگشته بود. هر لحظه بیشتر به حرفایش پی میبردم. تنها بود. همیشه تنها بود. در این روستاها هیچ ارزشی برای یکسان قائل نبودند. حداکثر تلاشم را کرده بودم تا بتونم کمترش کنم. ولی مگر میشد افکار مردم را عوض کرد؟ نه، تنها خانواده‌اش، نه تنها والدینش. چاوش عذابش داده بود. من هم عذابش داده بودم. همه به چشم طمع و پول نگاهش کرده بودند. چقدر جلوی چشمانم اشک ریخت. عذاب کشید ولی جز زجر به او نداده بودم. با حرص شلاق را به صورت چاوش کوبیدم. نعره‌ای کشید. گفتم خواجه‌ش کنی. انگار برق وصلش کنن. چشمانش باز شد و خودش را تکان داد. من این بار نیشخندی زدم و پشت کردم. گفتم ختنش کنین. بعد لخت بیندازید وسط نگهبانا. امروز هر کاری بگی براش آزاده. خواست صدایم بزند. بیرون اومدم. صدای دادش نشان میداد که کارشان را شروع کردن. نفس عمیقی کشیدم و به صدای نعرش گوش دادم. انگار باری از دوشهایم، غمی از دلم برداشته میشد. دادهای آخرش دردمندتر میشد. وقتی صدایش قطع شد، قدم برداشتم و به طرف داخل رفتم. همه به کارهایشان میرسیدن. انگار چیزی نشده بود. البته حق هم داشتن. کسی نمیدونست نیمه ای از غمم. درد کوچکی از دلم برداشته بودن. پله ها را بالا رفتم. در اتاق صوفیا را باز کردم. سمیه روی زمین نشانده بود و میخواست غذا بدهد. ولی مگر میشد با این دختر مقابله کرد؟ گفت نمیخوره. تازه فهمید از جایش بلند شد. سلامی داد و با غم نگاه هم کرد. گفتم عذر میخوام ارباب، ولی پرستو را میخواد. دخترکم عین خودم اخم میکرد. لج میکرد. کسی نمیتونست با او مقابله کنه. دستهای کوچکش را روی زمین گذاشته و بلند شد. به پایم چسبید. گفت بابا. بغض کرده. نگاه هم کرد. جلوی هر کس میتونستم خودم را خشن و خشک نشان دهم. ولی این بچه چه داشت که نمیدونستم. خم شده و بغلش کردم. گفتم تو میتونی بری. تعظیم کرد و عقب عقب رفت. گونه‌اش را بوسیدم و لبخند کوچکی زدم. گفتم جون بابا، چشم دریایی. گفت ماما، جوجو. موهایش را بوسیدم. حس می‌کردم بلندتر شده. از موقعی که پرستو اومده بود دیگه موهاش زده نمی‌شد. جلو رفته و روی زمین گذاشتمش و برای فراموشیش قاشق را پر کردم. گفتم باز کن دهنتو. نگاهی با قاشق بعد به من انداخت و اخمی روی پیشونیش نشون. دستشو بلند شد و محکم به قاشق کوبید. گفت ماما، جوجو. قاشق و محتویاتش جلوی پام افتاد. خودم هم اخمی کردم و کمرمو صاف کردم. پایش را دراز کرد و به بشقاب کوبید. گفتم ای به پدرت لعنت بچه. اخلاق گندت به کی رفته آخه؟ سرم را کش کردم. یعنی من از پس یک بچه بر نمی اومدم. قاشق را از روی زمین برداشتم. همه جا را به گند کشیده بود. دخترک تخس. دوباره پرش کردم. گفتم صوفیا، باز کن دهنتو. با اخم و ته گفته بودم ولی باز از رو نمی رفت. لبش را جمع کرد. پایش را روی زمین کوبید. گفت نو ماما. گفتم میخوری؟ خوبم میخوری.
یعنی من از پس تو بر نیام باید خونه نشین بشم. جوجه اردک. نمیفهمید چی میگویم. ولی دستش رو بلند کرد که به قاشق بکوبد. قاشق را عقب کشیدم. چشم ریز کردم و دستش رو گرفتم. گفتم خوشم باشه. نخوری نمیذارم از این اتاق بری بیرون. با دست لپ‌هایش رو گرفتم و فشارش دادم. لپ‌هایش مثل ماهی جلو اومد. کمی باز شد. از اون یه ذره جا محتویات قاشق رو دهانش ریختم. نقی زد و به دستم چنگ زد. قاشق را با موفقیت عقب کشیدم. با یک ابروی بالا داده شده نگاهش کردم. ولی پوفی کرد و فرنی را بیرون ریخت. صورتم و لباسهایم همه لکه ریز فرنی شده بود. با حرص سر بلند کردم. دستم را روی صورتم کشیدم. بلند شد و به طرف در رفت. با مشت به در کوبید و نگاهم کرد. گفت ماما. کلافه نگاهش کردم. نمیخواستم پیش پرستو برود و بیشتر از این وابستش شود. ولی به اون میگفت ماما. گفتم پدر سگ. تا نخوری نمیبرمت. از ته دل جیغ کشید. با تعجب خیره‌اش شدم. مگر میشد این صدا از این بچه در بیاید؟ با دیدن چشمان پر از اشکش دیگه نتونستم مقاومت کنم. از جایم بلند شدم. با بچه که نمیتونستم لج کنم. آخرش قلب خودم درد میگرفت با اشک اون. بغلش کردم و سرش رو به سینه چسبوندم. گفتم چی میخوای توله؟ لب و لوچش آویزون شده بود. نگاهم کرد و بعد دوباره کلمه را تکرار کرد. گفت ماما. هوفی کشیدم و در رو باز کردم. اون دختر با این بچه چه کرده بود رو نمیدونستم. فقط امیدوار بودم صوفیا زیاد وابستش نشه. میترسیدم اونقدر محبت از او بگیره که آخرش به ضرر خودم تموم بشه. در اتاق خودم رو باز کردم. هیچ کس نبود. پرستو هم روی تخت باز هم بیهوش بود. ولی انگار رنگ به صورتش برگشته بود. انگار صوفیا هم دیده بود که صداش میزد. دستهایش رو ذوق زده به هم میکوبید و صداش میزد. تا به کاناپه رسیدم رویش نشستم. ولی صوفیا هولتر از اون بود. دست و پا زد و آخرش مجبور شدم زمینش بذارم. مثل پنگوئن دوید و جلوی تخت ایستاد. میخواست خودش رو از روی تخت بالا بکشه ولی نمیتونست. چند باری تلاش کرد ولی نتونست. چقدر ذوق داشت. انگار تلاشهایش را بی نتیجه میدید که دوباره راه رفته را برگشت. دستم را گرفت و کشید. با حرص میکشید. من چرا از این صحنه‌ها دور مانده بودم؟ انگار بچه من نبود که ندیده بودم این مدل رفتارش را، یا تا الان چنین ذوقی حتی برای دیدن من نداشت. گفت دده. بالاخره از جایم بلند شدم. بلندش کردم و روی تخت گذاشتمش. خودش رو کنار پرستو کشید. دستهای کوچیکش رو روی صورتش گذاشت. گفت ماما. ولی تغییری ندید. سرش رو خم کرد و روی سینه‌اش گذاشت. ابروهایم پرید. در این حد نزدیکی میکرد. دوباره سر بالا آورد و به صورت پرستو خیره خیره نگاه کرد. گفت ماما. خودش رو جلو کشید. لبهایش رو روی گونه‌اش گذاشت و ادای بوسیدن را در آورد. تعجبم از این بود که اون اصلا این کارها را برای من نکرده بود. گفتم طول سگ. انگار نه انگار من باباشم. با چشم باز کردن پرستو او هم ریز خندید. دست زد. خودش را دو بغل پرستو انداخت. او با اینکه حالت خودش را نداشت دستانش را دور صوفیا گره زد. گفت ماما. سرفه میکرد. میترسیدم دوباره صوفیا بگیرد. باز نتواند غذا بخورد. از جایم بلند شدم و صوفیا را از بغلش جدا کردم. نق زد و دست دراز کرد تا دوباره پرستو را بگیرد ولی دورش کردم. سرفه توی گلویی کرد و چشم باز کرد. نگاه هم کرد. عمیق خیره‌ام شد ولی چشمانش کم کم پر شد و جوشید. نگاهش را گرفت و به دیوار نگاه کرد. از من رو می گرفت. حق نداشت ولی کاری به کارش نداشتم. دوباره نمیخواستم اذیتش کنم. با دست اشکش را پاک کرد. با صدای گرفتش سرفه خشکی کرد. با اینکه حال نداشت ولی به فکر صوفیا بود. چشم بستم و نفسم را خالی کردم. حق داشت تنفر داشته باشه. الان من خالی از تنفر شده بودم ولی او تازه تنفرش جوانه میزد. چشمانش این حس را داد میزد. وقتی پر و خالی میشد انگار
دردهایش یادش افتاده باشد. پرستو گفت وقتی صدای بسته شدن در اومد لبم جمع شد. چقدر میخواستم تنها باشم. فکر کنم و باز فکر کنم. پاهایم میسوخت ولی دردش از قلبم بیشتر نبود. دردی که هر بار کل تنم را فرا میگرفت. انگار درد مثل خون به تمام تنم پمپاژ میشد. دیگر توان ادامه دادن نداشتم. من هم انسان بودم. جایی کم می آوردم. نیاز شدیدی به آرامش داشتم. آرامش محض. آرامشی که شب و روزم را فرا بگیرد. مثل کلبه‌ای که یک چراغ داشته باشد. من باشم و کسی که دوستم داشته باشد. برایم نگران باشد. با من بخندد. وقتی درد داشتم با حرفهایش از بین ببرد. اشکهایی که سرازیر شده بود را با کف دستم پاک کردم. دردم از بی‌ارزشیم بود. هیچ کس نبود ببیند. دوستم داشته باشد. لبخندم ناخودآگاه بود. دست خودم نبود. در باز شد. ارباب بود. یعنی هنوزم بستم نبود. بازم میخواست شکنجم کند. یاد اون صحنه میافتادم. یاد اویی که با اخم بالای سرم ایستاده بود و با چوب ترکه‌دار به کف پاهایم میکوبید و تهدیدم میکرد. گلویم را میسوزاند. با قدم‌های آرام ولی محکم جلو آمد. با هر قدمش بیشتر در خودم جمع شدم. کنار تخت ایستاد ولی نمیتوانستم سر بلند کنم. لبم لرزید از نزدیکیش. اشکم ریخت. دیگر نمیخواستم بوی ادکلونش به من بخورد. نمیخواستم نفسهایش را بشنوم. الان حتما بلایی سر چاوش آورده بود. 2 انگشتش را زیر چانه‌ام گذاشت. مجبور کرد تا سر بلند کنم. نگاهش کردم. نگاهش سوزش خاصی داشت ولی دیگر نمیخواستم. من نمیتوانستم بسازم. چشمانم جوشید. 2 چشمم بین چشمانم چرخید. با انگشتش زیر چانه‌ام را نوازش کرد. پلک زدم تا اشکهایم بریزد. گفت چرا میخواستی بری؟ چرا میخواستم بروم؟ مگر نمیدانست یا نمیخواست بداند؟ با چشمان پر نگاهش کردم. این مرد نه تنها تنم را به صلیب کشیده بود بلکه قلب و روحم را هم آزار میداد. دیدنش یادم میانداخت. یاد دردهایم، یاد بیکسیم، یاد ترسان بودنم. دیگه نمیکشم. واسه همون هر کی رسید منو اذیت کرد. هر کی رسید از ضعیف بودنم استفاده کرد. دستش آرام آرام پایین آمد. دست موش شده‌ام را به صورتم کشیدم. حق خفه‌ام بلند شد. نمیخواستم بشکنم. نمیخواستم جلوی این مرد گریه کنم. ولی بیشتر از این شکستن داشتیم. گفت مگر چاوش رو نمیشناسی؟ چرا نفهمیدی قصد نجاتت نیست؟ فقط تومه کردنته. چشم بستم. پوزخندی روی لبم شکل گرفت. من همیشه تومه بودم. سر بلند کردم و نگاش کردم. لبخندم درد داشت. خودش میدید که چه کرده. گفتم من همیشه تومم ارباب. با حرفم اخم میکند و میترسم. ولی الان جای پاپس کشیدن نبود. میخواستم بروم. حال که چاوش را گرفته بود به من نیازی نداشت. ولی این مرد را شناخته بودم. بیرحم بود. اندازه تمام مردهای روستا بیرحم بود. آخرش چه؟ میخواست بکشد. تکه تکم کند. گفتم حالا که چاوش را گرفتین بذارین من برم. سر بلند کرد. چشمانش ریز شد. اخمهایش بیشتر گره خورد. شد همانی که میشناختم. خودش را جلو کشید. ناخودآگاه عقب‌تر رفتم. گفت نشنیدم. شنیده بود. فقط میخواست پا پس بکشم. ولی ترس معنایی نداشت. سعی کردم چشمانم پر نشود. سعی کردم لبم نلرزد. گفتم میخوام برم. پوزخند زد و عقب کشید. صاف نشست. پیروزمندانه نگاهم کرد. انگار تازه پیروزیش یادش اومده بود. گفت میخوای بری؟ کجا؟ کجا را داری؟ از شنیدن حرفهایش بدتر بغض میکنم. قلبم میسوزد. اشکهایم سرازیر میشود. سرم را پایین میاندازم و گلویم را میفشارم. گفتم میدونین جایی رو ندارم؟ میدونستین حتی؟ من نمیدونستم.
برادر بیشرفم چی کار کرده؟ بازم عذابم دادین. میدونستین کسی رو ندارم که نگرانم بشه، ولی بازم نفس کم می آوردم. تون با دهانم هوا را می برم. چشمانم بدتر می بازد. با رفتن در آغوشی انگار تازه نفس می گیرم. هوا با هجوم داخل ریم می رود. بلند حق می زنم. ولی این بار تنها نمی مانم. چیزی نمی گوید. نمی خواهم هم بشنوم. تنهاییم را به سینه‌اش می کوبم. فقط چشم می بندم. کاش من هم برای همیشه کسی را داشتم. پشتم بود. دستم را می گرفت و راه ها را با هم می رفتیم. دردهایم را با لبخندش پاک می کرد. بغلم می کرد. می بوسید. می گفت خواب است. همه دردهایت خواب است. کاش کسی را داشتم که هیچ وقت تنهایم نمی گذاشت. یعنی خواستم اونقدر غیر معقول بود. چشمانم گرم می شود. خودش را عقب می کشد و سرم را روی بالشت می گذارد. دلم خواب رفته. مانند زیبای خفته داستانها. کسی نیست که با بوسه‌اش بیدارم کند. حس می کنم که انگشتش روی پیشانیم می گذارد. تبم را چک می کرد. یعنی او می تواند نگرانم شود. بعد صدای نفس عمیقی را می شنوم. چندی نمی کشد که صدای در می آید. تازه چشم باز می کنم. رفته بود. همونقدر کوتاه محبت کرده بود و رفته بود. کم بود داشتن همین بود. آرامشی که از این چند دقیقه داشتم را کل سالها حس نکرده بودم. زیر پاهایم از درد ذوق میزند. من از درد در خوابم نق میزنم. گرمم است ولی توان چشم باز کردن ندارم. میخواهم حتی لباسهایم را کنده و حداقل نفس بکشم. گفت ارباب خیلی تب داره. صدای خاتون را میشنوم. باز کلافه نفسهایم را تون میکنم که درونم از آتش تمام شود. صدای قدمهای قدرتمند می آید. حتما ارباب است. گفتم آب میخوام. گلویم انگار کویر شده بود. سرفه میکنم و گلویم میسوزد. لیوان به لبهایم میچسبد. کمی مینوشم ولی انگار زهر خوردم. چشمهایم را بیرمق باز میکنم. به جای خاتون مادرم را میبینم. مادرم نگرانیش را نشان نمیداد. سرزنشم میکرد. ولی وقتی بیمار میشدم همیشه نگران بود. با دیدنش یادش میافتم. دستهایم را دراز میکنم و دور گردن خاتون حلقه میکنم. گفتم اومدی مامان؟ بغض رهایم نمی کند. محکم بغلش میکنم. لبخند میزنم. گفتم اومدی؟ دیدی گفتم اذیتم نکن؟ مامان اومدی بمونی؟ تکانهای ریزش را حس میکنم. گریه میکرد. برای من گریه میکرد. مگر مادرم هم گریه میکرد؟ با گریهش من هم چشمهایم پر میشود. روسریش را چنگ میزنم. گفتم واسه من گریه میکنی؟ میبینی درد دارم؟ میگفتم دوستم داشته باش. الان دوستم داری؟ مثل چاوش قربون صدقم میری؟ میگویم و حق میزنم. محکمتر فشارم میدهد. کاش این بار دوستم داشت. کاش مثل قبل مرا نمیکوبید تا باز بسازد. گفت داره هزیون میگه ارباب. تشنج میکنه یه وقت. صدای خاتون پشت گوشم میپیچید. تازه یادم میافتد که مادر ندارم. یتیم شدم. بهت زده از بغلش بیرون میآیم. اشکایم دوباره چشمانم را پر میکند. گفتم مامانم کو؟ الان اینجا بود. به خدا اینجا بود. مثل بچه‌ها بهونه میگرفتم. پاهایم را جمع میکنم. خودم را مثل جنین مچاله میکنم. حتی نگاه‌های ارباب پر از نگرانی بود. گفتم هیچ کس منو دوست نداره. پاهام درد میکنه. کف پاهام میسوزه. گفت پس این پرهام کجا مونده؟ صدای ارباب میپیچید. نگرانم شده بود. ولی حتی دیگر نگرانی او هم اثر نمیکرد. دلم خواب ابدی میخواست. بیشتر جمع میشم. گفتم آخ دلم میسوزه. انگار همان روزه که جنازه مادر و پدرم را دیدم. بدنم عرق سرد میکرد. موهایم به پیشانیم چسبیده. نفسهایم هم تبدار بود. گفتم دارم
میمیرم. هم سردم هست هم گرمم. این نشانه مردن بود نه؟ پتو را رویم انداختند. میلرزیدم و حتی خودم هم لرزشم را حس میکردم. صدای جر و بحث می اومد ولی نمیدونستم که کسی با ارباب سر دعوا داره. صدایش نگران بود. سرفه هایم دست خودم نبود. با هر سرفه گلویم خوش می شد و اشک از چشمانم روان می شد. گفتم آخ دلم. گفت پرستو جان دقیقاً کجا درد می کنه بگو. چشمهایم را باز کردم. انگار وزنه به پلکایم وصل شده بود. به زور به خانومی که از من سوال می پرسید نگاه کردم. نمیتونستم بشناسمش. خستگی باعث شده بود. فقط ارباب را شناخته بودم که بالای سرم ایستاده بود. چشمانش پر پشیمانی بود ولی به دردم نمیخورد. لبم جمع شد. گفتم همه جام. گفت نشون بده کجات بدتر درد میکنه. انگشتم را روی سمت چپ سینه‌ام گذاشتم. بی اختیار چشمانم پر شد. درد عمیقی همینجا بود. گفتم میسوزه. اینجام خیلی میسوزه. بعد چشم بستم. حال نگاه کردن هم نداشتم. دومین بار بود که بالا سرم می اومد. پیشانیم پاک شد. من بیشتر سرم را به بالوش فشار دادم. گفت چی شده؟ چرا نمیتونه بلند شه؟ صدای پرهام بود. اون بیشتر نگرانم بود. کاش اون به جای چاووش بود. حتما زندگی بهتری داشتم. گفت فشار عصبی، فشار روحی، از یک طرف هم دردهایی که الان تحمل میکنه. این دختر خیلی قوی بوده. با این جثه‌ش که تونسته دووم بیاره. دست در موهایم کشیده میشد. خاتون قربون صدقم میرفت. پیشانیم را میبوسید. در دهانم آب میریخت. من فقط لبخند بیجانب تحویلش میدادم. گفت ناز دخترکم خوب شو عزیزم. 5 روز اینی. اون میگفت و من توانش را نداشتم. میخواستم از جسمم رها شوم و بروم. در اتاق را باز کردن. نفس عمیقی کشیدم. بوی ارباب بود. همان ادکلان معروفش که برای فرنگ بود. گفت خوب نشده خاتون؟ گفتم نه ارباب. هر کاری میکنیم همینه. حف کلافش بلند شد. تمام توانم را جمع کردم. اگر عصبی میشد باز مرا میزد. او میزد. رحمی نداشت. این مرد از رحم و مهربانی بویی نبرده بود. چشمانم را باز کردم. دستهایم را تکیه‌گاهم کردم و با تمام توانم نیمخیز شدم. چهره نگران خاتون اولین چیزی بود که کامم را شیرین میکرد. گفتم من خوبم. نبودم. تظاهر بود. تمام بدنم بی‌حس بود. توان این را داشتم تا سالها بخوابم و بیدار نشوم. توان این را داشتم تا سالها یک جا بمانم و بخوابم. سرم را چرخاندم. ارباب با اخم نگاهم میکرد. پس آن چهره نگران و پشیمان خواب بود. خیال بود. این مرد نگران من نمیشد. حتما اون بغل کردن هم هذیان بود. سرم را پایین انداختم. پتو را کشیدم. خواستم پایین بیایم که خاتون سراسیمه دستش را روی رانم گذاشت. گفت پاهات خوب نشده دخترم. اتاق خودمان بود. پس بیرون کرده بود. نمیخواست آثاری از من در اون اتاق باشد. نمیخواست مرا ببیند. سر چاوش چه اومده بود؟ گفت تا 1 هفته مرخصی از کارت. کامل خوب شو. خاتون نگرانته. نمیخوام چیزیش بشه. سر تکان دادم. پس کسی نبود که مرا بخواهد. خاتون نگرانم بود و اون نگران خاتون. تا سر بلند کنم رفت. نفسی گرفتم تا بغضم را پنهان کنم. خاتون پیشم نشست و به موهایم دست کشید. کامل نگاهم کرد. گفت زیر چشمات سیاه شده پرستو. مردم تا تبت پایین بیاد. در یک تصمیم آنی بغلش کردم. نیاز داشتم. به این بغل شوم و نوازش شوم. مات ماند. دستهایش بالا بود. من بیشتر حلقه دستهایم را تنگتر کردم. گرم بغلم کرد. گفت آخ دختر. لبخند تلخی زدم و ذوق زده بیشتر به او چسبیدم. بعد چند ثانیه عقب کشیدم. یاد صوفیا میافتم.
مثل مادری که از بچهش دور بود. او هم مثل من کمبود محبت داشت. میدونستم. گفتم سوفیا. گفت وای، کل خونه رو سرش گذاشته بود اون بچه. فقط میگه مامان جوجو. از حرفهایش آب در دلم تکان میخورد. قند نه، شاه کله قند آب میشد. سر تکان میدم و میگویم میشه بیاریش، خواهش میکنم. بازویم را فشار میدهد. بلند میشود. گفت اول خوب شو، بعد میرم برات سوپ بیارم. میگوید و شادتر از قبل از در بیرون میرود. روسریم را بر میدارم. سرم میکنم و از تخت پایین میآیم. پاهایم درد میکنن ولی اهمیت نمیدهم. باید میرفتم. اون بچه را میخواستم. فقط با او آرام میگرفتم. آهسته و دردمند به طرف پله ها میروم. با دیدنشان آهی میکشم. قدم اول را بر میدارم. اخم بالا میرود. دومی را میروم. نفس میکشم. بالاخره تا 16مین پله را بالا میروم. در اتاقش را باز میکنم. خودم را پرت میکنم و همانجا مینشینم. سمیه همانجا نشسته و با دیدنم اخمهایش باز میشود. با دیدنم از جایش بلند میشود و به طرفم میآید. گفت خوب شدی پرستو؟ نفس میزنم. گفتم پس سوفیا. گفت پشت تختشه. داریم. با صدای جیغی سرم میچرخد. سوفیا دستش را جلوی دهانش گذاشته و با دیدنم ذوقش را با جیغ میفهماند. گفت ماما. از ذوقش خندیدم. این کودک شده بود تمام دلخوشی من در این عمارت. دستهایم را باز کردم. به زحمت دوید. مای بیبیش نمیگذاشت درست پا به زمین بگذارد. خودش را بغلم انداخت و صدایم زد. لبخند پاک نمیشد از لبم. الهی دورت بگردم جوجه. لبهایش را قنچه کرده و به گونم چسباند. صدای بوس کردن در آورد و دل من برایش رفت. شاید هیچ کس باور نمی کرد. در 2 ماه بچه‌ای که 1 سال خورده‌ای بود به کسی که هیچ کس نبود مامان می گفت. شاید نوع محبتم را می فهمید. من او را همه کسم می دانستم. گفت پدر ما را آورد جلوی چشمامون این بچه. نه می خوابید، نه می خورد. فقط یک دم مامان جوجو می گفت. بیا اینم مامان جوجوت. پس کسی هم منو می خواست. بیشتر به خودم چسبوندمش. گفت بابا لولو. چشمانم گرد شد. شاید فهمیده بود پدرش از لولو کم ندارد. ریز خندیدم. ولی زود لبم را گاز گرفتم. اگر ارباب می شنید حتما ناراحت می شد. یا فکر می کرد من یادش دادم. ولی اون فقط دلتنگیش را می خواست رفع کند. نگاهم کرد و دست کوچکش را روی صورتم گذاشت. گفتم اینجوری نگو جوجه رنگی من. بابات خیلی خوبه. دوست داره ها، خیلی زیاد. خب مگر اهمیت میداد؟ او به فکر بچگیش بود. بازیش. اسباب بازی که ارباب خریده بود را نشانم میداد.